ای نور بی پایان عشق، ای حضوری که در تمام جهان جاری است. امروز قلبم را در دستان تو می‌گذارم. تمام خستگی ها، تمام ترس ها و تمام سنگینی هایی که سالها بر روحم نشسته را رها می کنم و اجازه می دهم نور عشق آرام آرام در وجودم جریان پیدا کند. نفسی عمیق می کشم و با هر دم آرامش را وارد قلبم می کنم و با هر بازدم غمها و نگرانی ها را آزاد می کنم. خدای خوبم، شکرت برای این لحظه، برای نفس کشیدن، برای قلبی که هنوز می تپد و برای امیدی که هنوز در وجودم روشن است. حتی اگر گاهی خسته شده باشم، حتی اگر گاهی احساس تنهایی کرده باشم، باز هم شکرت که تو همیشه کنار من بوده ای. امروز در قلبم را به روی عشق باز می کنم، به روی مهربانی، به روی آرامش، به روی ارتباطی پاک و الهی. من لایق عشق هستم، لایق دیده شدن، لایق احترام و لایق رابطه‌ای سرشار از آرامش و امنیت. خداوندا، هر زخمی که بر قلبم مانده، هر خاطره‌ای که هنوز سنگینی می کند، هر اندوهی که مانع جریان عشق شده است، لطفاً با نور شفابخش خودت پاکش کن. اجازه بده قلبم دوباره نفس بکشد، دوباره عاشق شود و دوباره زندگی را زندگی کند و دوباره به عشق اعتماد کند. اکنون تصور می کنم نوری سبز، درخشان در مرکز قلبم روشن می شود. آرام، لطیف و گرم. این نور چاکرای قلبم را پاک می کند، بیدار می کند، تمام گره‌های احساسی را باز می کند و عشق را در تمام وجودم جاری می سازد. من عشق را دریافت می کنم و عشق را به جهان هدیه می دهم. خداوندا، سپاسگزارم برای تمام انسان‌هایی که با محبت وارد زندگیم شدند، برای تمام درس‌هایی که از عشق آموختم، حتی از دردها، حتی از جدایی‌ها، زیرا همه آنها مرا به آگاهی بیشتری رساندند. امروز دیگر در قلبم را نمی‌بندم، دیگر از دوست داشته شدن نمی‌ترسم، دیگر باور ندارم که باید رنج بکشم تا عشق به دست آورم. من فرزند نورم و عشق حق طبیعی روح من است. ای خالق مهربانم، مرا به سمت عشق‌های پاک هدایت کن، به سمت انسان‌هایی که روحشان آرامش می‌آورد، کسانی که روحشان امنیت و صداقت دارد. کمکم کن که اول خودم را عمیقاً دوست داشته باشم، زیرا وقتی خودم را دوست بدارم، جهان نیز عشق را به سوی من منعکس خواهد کرد. خدای عزیزم، شکرت برای قلبم، برای احساسم، برای تمام زیبایی هایی که هر روز در اطراف من قرار می دهی. شکرت برای طلوع خورشید، برای آسمان، برای صدای باران، برای آرامش روز و شب و برای لبخندهایی که ناگهانی به قلبم نور و امیدی می دهند. من امروز انتخاب می کنم که انرژی عشق را دریافت کنم و در انرژی عشق زندگی کنم، نه در ترس، نه در کمبود، نه در ناامیدی. هر سلول بدنم اکنون با عشق الهی پر می شود. احساس می کنم قلبم سبکتر شده، گرمتر شده، آرامتر شده است. اگر کسی روزی مرا رنجاند یا رنجانده، او را رها می کنم. اگر خودم را سرزنش کردم، خودم را می بخشم و اگر هنوز زخمی در قلبم مانده، آن را به نور خدا می سپارم تا ترمیم شود.
من آزاد هستم، آزاد برای عشق ورزیدن، آزاد برای دریافت عشق، آزاد برای تجربه آرامش. پس تو را سپاسگزارم برای عشقی که اکنون در مسیر زندگی من قرار گرفته. حتی اگر هنوز آن را نمی بینم، ولی می دانم در حال نزدیک شدن است. سپاسگزارم برای رابطه‌ای سالم، برای همراهی وفادار، برای گفتگوهای آرام، برای محبت‌های واقعی، برای آغوشی که امنیت دارد. من اکنون ارتعاش عشق را در جهان ارسال می کنم و عشق نیز راه خود را به سمت من پیدا می کند. قلب من باز است، قلب من نورانی است، قلب من سرشار از عشق الهی است. اکنون چند نفس آرام می کشم و اجازه می دهم آرامش در تمام وجودم جاری شود. من در امنیت هستم، من دوست داشتنی هستم، من ارزشمندم و عشق آزادانه در زندگی من جریان دارد. خدای عزیزم، شکرت برای تمام معجزه هایی که دیدم و تمام معجزه هایی که هنوز در راهند. امشب با قلبی آرام میخوابم، با قلبی که دیگر بسته نیست، با قلبی که نور را پذیرفته است و ایمان دارم فردا عشق بیشتری وارد قلب و زندگیم خواهد شد. آرامش بیشتری، نور بیشتری و نزدیکی بیشتری به تو. روحتان لبریز از نور، دلتان سرشار از احساس شکر و زندگیتان سرشار از آوای عشق. نورا.